از کجا شروع شد؟ از گل و باغ و جوونه، از صدای مهربون و یه سلام عاشقونه. اومدم به مهربونی که بگم با تو یه رنگم، تا بگم چه نازنینی، ای شکوفه قشنگی. ای سلام عاشقونه، ای عزیز آشیونه، عشقمون کاشکی همین جوری بمونه، که بگم با تو یه رنگم، تا بگم چه نازنینی، ای شکوفه قشنگی. ای سلام عاشقونه، ای عزیز آشیونه، عشقمون کاشکی همین جوری بمونه. سلام، به الیناورس خوش اومدین. امروز ما اومدیم یه جایی خیلی خوشگله، خیلی باصفاه، خیلی قشنگه و اومدیم پیش یه عزیزی که من همین ابتدا اصلا میبینمش یاد شاملو میافتم. نازلی. البته نازلی شاملو ساکت بود و سرد بود، ولی نازلی قصه ما سرد نیست. با دستاش گرما میده به خاک، سکوتم نداره، با دستاش حرف میزنه، جون میده، زندگی میده. سلام نازلی، خوش اومدی به الیناورس. مرسی، ممنون. مرسی که دعوت ما رو قبول کردی. قربان شما، لطف داریم. هم در خدمتتون. قربونت. بیوگرافی از خودت میگی که چی شد اصلا وارد سفال شدی، از کی شروع کردی، اصلا چرا اومدی از یزد به اصفهان؟ خیلی باید از قدیم مگرم 30 ساله پیش. خب من نازلی ناصری هستم، 51 سالمه، 2 تا بچه دارم، یه پسر و یه دختر، و اینکه اصالتا یزدیم. چرا اومدم اصفهان؟ به خاطر اینکه خب همسر اصفهانی هستم، ازدواج کردم اومدم اصفهان و کلا تایم گذاشته بودم برای بزرگ کردن بچه‌ها. دانشگاه نرفته بودم قبلش، چون زود ازدواج کردم، 19 سالگی ازدواج کردم و بعد تو سال فکر میکنم 89 بود رفتم دانشگاه، مترجم زبان انگلیسی خوندم و همزمان با دیپلم پسرم منم لیسانسمو گرفتم. زنده باشید. بعد خب راضیم نمی کرد، چون خیلی انرژی دارم، خیلی فعالم، راضیم نکرد. دوست داشتم یه کار دیگه ای انجام بدم. از طرفی خب داشتم به این فکر میکردم که تو کشور ما بچه ها وقتی بزرگ میشن، مامان همش احساس تنهایی دارن، احساس پوچی دارن، یا اینکه همش میفتن به تمیزکاری خونه. برای اینکه به اون حد نرسم دنبال یه کاری میگشتم سر خودم رو گرم کنم، ولی مفید باشه، نه اینکه فقط هی از این کلاس بیای بیرون بری تو اون کلاس، از اون کلاس یه دوره رو بگذرونی و هیچ آیده‌ای نداشته باشه. یه تایمی خب خیلی دنبالش گشتم و خوشبختانه تونستم کار با استاد خودم رو پیدا کنم. خیلی اتفاقی بود، خیلی اتفاقی، جزو نادر جاهایی بود که برای بزرگسالان آموزش داشتن. رفتم 1 سال و نیم اونجا کار کردم، همه دوره هامو گذروندم و بعد دیگه جای به حدی رسیدم که استادم میگم من دیگه چیزی برای آموزش به تو ندارم دیگه، نیا خود استاد شده. آره دیگه. و اصرار استادم بود که برو کارگاه بزن من خودت. من گفتم خب نمیتونم، من هنوز به اون حد نرسیدم، من تواناییشو ندارم، ولی از ایشون خیلی اصرار کرد تا کارگاه زدم و یواش یواش شروع کردم به آموزش. خیلی خدا رو شکر، خدا کمکم کرد، تونستم و هدفم همیشه همین بود که بچه‌هایی که میان اینجا، خانمایی که میان، اول حالشون خوب بشه، بعد کنارش سفالگری هم یاد بگیرن. برای همین کلاً چیدمان کارگاه، محیط کارگاه رو این چیدم، رفتم جلو. هدفم همینه، وقتی بچه‌ها میان اولین جلسه که میان، من همینو براشون میگم اومدی اینجا حالت خوب بشه، اومدی فارغ از اون دغدغه‌های روزمره باشی و واقعا هم تاثیر داره. بچه‌ها وقتی میان گاهن یه کار کوچولو انجام میدن و
ولی حالشون خوبه، دور هم بودنشون، خودشون حالا دیدین اینجا خودشون چای بریزن، جمع کنن، ببرن، بیارن، همه کارا رو خودشون میکنن. یعنی یه خونه گرم و صمیمی شده، یه خونه امن و مطمئن و صمیمی برای دختر خانم. خیلی عالیه. اصلا این خونه به این خوشگلی از کجا پیدا خوشگلش کردم، خوشگل نبوده، خوشگل خدا، خوشگلش کردم. خیلی کادوم الان کمه، انقدر جای به جاش قشنگه. من دارم که دوربینو بگیرم همه جا رو فیلم بگیرم نشون بدم که چقدر با سلیقه با جزئیات. معلومه یه روح زیبا، یه نگاه قشنگ بوده که اومده اینجا رو درست کرده. عزیزم خدا را شکر، خدا را شکر. انشالله که شما هم تشریف بیارین، باشین کنار هم، تایمی رو با هم بگذرونیم، کنارش سفال هم یاد بگیریم. حتما از خدا بودم. زنده باشید. من برم عقب‌تر کشم. این خونه‌های ما در بزرگاه، خونه‌های قدیمی، اصلا آدم برمیگرده به اون روح خودش، به خدا. دقیقاً این حسا میاد برای آدم. آره، چیزی از مدرنیته اینجا نیست. آخه خیلی به کار میاد، به همین سفاله همچی خونه‌ای میخواد. دقیقاً باید این فازا داشته باشه. اگه بخواد خونه یه چیز باشه، به اصطلاح ساختمان جدید باشه، اون حس و حال منتقل نمی‌کنه. مثلا من وقتی اومدم اینجا، اون درخت مویی که هست خیلی از بین رفته بود، خیلی انقدر بهش رسیدم، حالا پاییزه مشخص نیست، زرد شده. قشنگ یه سقف این ور درست کرده، یه سقف دارم میکشم به اون طرف دیوار اون طرف که اینا رو قشنگ مسقفش کنه، حیاتو با برگ مو. خیلی قشنگ شده. فقط میگم تابستون بیای میبینی چقدر قشنگه اینجا. بهار که اصلا بیداد میکنه، پاییزش هم قشنگه، درخت‌ها پرتقالاتون خیلی قشنگ هر بود. سال درخت پرتقالم انقدر پرتقال داشت که اصلا من دلم نمیومد بچینمشون. خیلی خوشگل بود، خیلی خرمالو هم داریم تازه، انقدر خوشگله. کلا خونه مامان بزرگیه کارگاه. اصلا غیر از کار آدم دوست داره فقط بیاد یه ذره تو ریلکس کنی، آرامش محیط. اصلا میخواستم بگم که نازلی اینجا تو رو ساخته یا تو رو ساختی؟ جفتش با هم ترکیبی داره. دقیقاً معلومه که اینجا رو تاثیر گذاشته. خیلی اجام دید هنری تو اینجا رو تغییر داده. سعی میکنم. مثلا پیروزا بود، ادمینم داشت صحبت میکرد که نازلی چرا مثلا هی هر جایی که میری هی داره در باز میکنی، همیشه داری میخند. گفتم تو نمیدونی وقتی من از در میام دارم قربون صدقه کارگاه میشم. واقعا میام میگم سلام قشنگم، کارگاه قشنگم، قربونت برم. هی با کارگاه حرف میزنم، با گلام حرف میزنم و واقعا حالم خوبه وقتی میام اینجا. خیلی خوب. اصلا حال هم خوب میشه. آره خیلی حال خوبی داره، خیلی خدا شکر. قشنگ شوق، کار، مهارت برای هر فرد، این چیزی که انگار با روحت ارتباط بگیره، تو رو خوشحال کنه، از قلبت بجوشه. همین اصلا بودم انگیزه میده آدم یه روز حالش هم بد باشه با عشق میاد سر کار. دقیقاً همینه. اینجا این خیلی کارا که صبح حالت خوبه، در مثلا شرکت، مغازت، مهارتت، هر کاری از وا میکنی و حالتو بد. آره. وای دوباره برگردم. نه من برعکس، حالم هم بد باشه میام اینجا حالم خوب بشه. مخصوصا این که بچه‌هایم که اینجا هنرجوهایی که هستن اینقدر خودشونم هم تحت تاثیر محیط هستن، حس و حال اینجا رو دارن، خدا شکر انرژی خوبشون رو اینجا میارن. و هم خودت میدی بهت هم برمیگرده. آره انرژی خوب میدم، انرژی خوبم خدا رو شکر میگیرم. یعنی خدا رو شاکرم تونستم به آرزوم تا حدی برسم، اینکه همه بچه‌ها رو حالشون رو خوب کنم. این خیلی خوبه. خیلی ببین دغدغه مالی خیلی مهمه، نمیگم دغدغه مالی ندارم ولی اولویتم این بوده و تا حد خیلی خیلی نمیام 100%، ولی تا حد خیلی زیادی تونستم موفق بشم و این حال دلم رو خوب میکنه. عزیزم خیلی خوب. مسیرت سبز زنده باشی با قدرت. قربونت عزیز. مالیش هم به نظر من که ببین وقتی حالت خوبه آدم پول در میاره که حالت خوب باشه. دقیقاً. خوب. وقتی حالت خوبه حالا اون پول کمتر یا بیشتر باهاش کنار میای، میگی روحم تراوت داره، خوشحالم. آره. ولی وقتی خیلی چیزا پر درآمده، آره. پولی مادی هست ولی معنوی زیاده، نمیده، هیچ علاقه‌ای نیست. آره نه خدا رو شکر اینو تاثیر رو داشته، خوبم هست الحمدلله، حالم خوبه. خیلی عالیه، خیلی عالیه. خب نازلی
تو خلق میکنی، میسازی از یه خاک ساده یه چیزی در میاری و به این انگار به یه جسم مرده روح و زندگی میدی. دقیقا. خب حالا اگه بخوای از این خاک نازلی رو درست بکنی چی میسازی؟ تا حالا بهش فکر نکرده بودم، خیلی سوال عجیبی بود. ببین ما یه تکنیکی داریم به اسم تکنیک حجم که باید یه شکل یه فرمی رو به صورت تو خالی بسازیم. مثلا من اون چیزی رو که روش آموزش دیدم باهاش اون فیلی که اون بالاست رو ساختم. خب که کلن خیلی کار سختی، یعنی آخرین تکنیک این کاره که روش انجام میدیم و خود این 3 ماه طول کشید ساختش. من از وقتی این تموم شده الان 4 سال 5 سال گذشته خیلی دلم میخواست بشینم این تکنیک رو دوباره انجام بدم و روی یه چیز خیلی تمرکز داشتم. شاید دلیل اینکه اون ویژگی ها رو تو خودم میبینم، خیلی دلم میخواست ببر رو بسازم. خیلی دلم میخواست ببر رو بسازم، وقت نداشتم. حس میکنم اینه چرا ببر رو دوست دارم؟ تو سکوت آزارش به کسی نمیرسه تا کسی کاری به کارش نداشته باشه، تا کسی به بچه‌هاش نزدیک نشه کاری به کار کسی نداره، دنبال کارش وقتی میره که نیازشه، مثل کفدار نمیفته به جون همه، فقط وقتی که نیاز واقعی خودش باشه شکار میکنه. ابهتی داره تو سکوتش، تو راه رفتن عادیش، اصلا ابهتش تنه طرفو میلرزونه. اصالت داره، قشنگ گفتی، اصالت داره. اینو خیلی دوستش دارم، خیلی حس خوبی ازش میگیرم، خیلی خوب، و شاید خودم رو بهش نزدیک میدونم که دوست دارم این حیوان رو بسازم. آره تا حالا به اون سوالی به این شکلی که شما گفتی رو بهش فکر نکرده بودم، ولی حالا که فکر میکنم شاید مال اینه، چون یه شخصیت این چنینی دارم که کاری به کار کسی ندارم، سرم به کار خودمه، دارم زندگی روزمره‌مو میکنم، فقط خدا نکنه کسی سمت بچه‌هام بخواد بیاد ببر درونه، اون وقت چنان ببر درون فعال میشه که از کسی دیگه نمیتونه حریفش بشه. و پشت کار خیلی زیادی هم دارم، تعریف از خود نباشه، طوری که پسرم همیشه میگم من اگه پشت کار تو رو داشتم الان رئیس جمهور مملکت بودم. یعنی همیشه میگه تو این همه محدودیت به اصطلاح موقعیت حالا تو این جامعه از محدودیت به عنوان یه خانم داشتی، ولی همیشه سعی کردی رو پای خودت وایسی، همیشه پیشرفت داشته باشی، هیچ وقت در جا نزنی، همیشه از خانم‌های همسن خودت سعی کنی یه چند پله جلوتر باشی، به روز باشی. خب این پشت کار خیلی مهمه که هر کسی نداره. حالا من این چیزی که اطرافیان بهم میگن و حتی شوهرم مثلا میگه پشت کار خیلی زیادی داره. اینو خب وقتی توی همچین حیوانی میبینم که اینقدر میدوه تا شکارشو به دست بیاره، تا به اون هدفش برسه، بعد وقتی به هدفش رسید دیگه کاری به کار هیچ کس نداره، آزاری به کسی نمیرسونه، میره کنار تو لونه خودش، با همون اصالت و بقا خودش تا اون نیاز رو پیدا کنه که برای یا هرچی هست بخواد اون خوی شکارچیشو نشون بده، اون ابهت کلاس خودش رو حفظ کنه. دقیقاً. معمولا ببرام تنها، حالا شیر و اینا گله‌ای هم، ولی ببر همیشه تنها تو کنار خودش، تو سکوت خودش، تو آرام تنهایی خودش داره زندگیشو به اصالتش میگذرونه و آزارش هم به کسی نمیرسه. اینشو خیلی دوست دارم. شاید دلیل انتخابم این بوده، نمیدونم. سریع‌تر بسازینش، ما هم هیجان ببین یکی از کارهایی که من مطمئنم هیچ جا لنگش رو پیدا نمی‌کنین این کاره، و یکی دیگه هم کوسه داشتم که اون فروخته شد. اینا چرا مطمئنم تکه؟ به خاطر اینکه قالبشو خودم ساختم. حالا از کجا ساختم؟ یه روز تو خونه پسرم داشت مکملاش آماده میکرد که باشگاه میره مکمل میخورد، بعد بود یه مکملشو دیدم خیلی شکلش باحاله، جالبه، همچنین نگاش کردم، مامانی میخوای یه ماگ از روی این برات بسازم؟ میشه؟ گفتم که سعیمو میکنم. حالا شد نشدم که چیزی از دست ندادیم. من از رو قوطی
مکمل ورزشی قالب ساختم و بعد شروع کردم ماک ساختم. وای چه جالب. این چقدر حدش متفاوته. خیلی قشنگه. کلا خاصه. یکی دیگه‌اش از کوسه است، یکی دیگه‌اش از سگه و خیلی خاص و قشنگن. خیلی دوست دارم. ببین من اینجور چیزا رو بهشون افتخار میکنم تو کارم. نه اینکه ماگی که مثلا این فنجونی که همه زدن منم همونو بردارم عینشو بذارم اینجا. نه، باید یه فرقی داشته باشه که بگن اینو هر جایی نه. خب این مال کیه؟ فقط یه نفر اینو میزنه. این قشنگه. خیلی واقعا. این قشنگ میشه کارو. هدف شما چیه از انجام این مراحلی که دارین، حالا مصاحبه هایی که دارین؟ چی شد اصلا شما برای این کار، برای چی دارین این کار انجام میدین؟ ما یه روز نشستیم با هم دیگه توی کافه حرف زدیم و ما دقیقا از روزمرگی خسته شده بودیم. بچه‌هام دیگه مثلا میرفتن مهد و ما کاری نداشتیم بکنیم. گفتیم که بیایم مثلا با آدمایی که دورمون میشناسیم یه گپی بزنیم، یه گفتگوی بکنیم و مثلا حالا اینا یه پیجی بزنیم تو یوتیوب بذاریم. اینا هم به خودمون خوش میگذره، همین که میتونیم یه کاری بکنیم. یه جور حرف خودتو گفتیم این مرزا رو باز کنیم. بچه‌ها به سنی رسیدن که وابستگیشون به ما کمتره، تایم ما بیشتره و خب ما خلأ تو خودمون حس کردیم که غیر از زن خونه بودن چه تعریفی میتونیم از خودمون داشته باشیم. بعد گفتیم این مرزا رو بشکنیم و اومدیم یه روز با هم که توی یه کافه نشستیم صحبت می‌کردیم، دیدیم که چقدر آدم‌ها و زن‌های موفق دور و بر ما هستن که شاید خیلی نمیشناسنشون، نمیبیننشون، تیریمون ندارن، شناخته شده نیستن، ولی به قول خود دنیا رو تکون دادن. یه رئیس جمهور آره دقیقاً. یعنی ما همیشه فکر می‌کنیم خیلی آدم‌ها قدرتمند باشن، خیلی کار خاصی کرده باشن و یه سری آدم‌ها رو می‌بینیم چون تریبون تبلیغات دارن مثلا شناخته شدن. آفرین. آره. خیلی آدم‌ها مسیر راهی که اومدن یا تجربیاتی که دارن یا مهارتایی که دارن خیلی به درد می‌خوره، بیشتر به درد بخورتره. و گفتیم بیایم این راهو پیدا کنیم که از همین دایره آدمای اطراف خودمون شروع کنیم، آدما رو بشناسیم، مهارت‌های مختلف، زنای مختلف. الان خودت هم مثلا مادری مثل ما این شرایطو گذروندی، قشنگ می‌دونی مادر بودن خودش چه مسئولیت خیلی سنگینیه. آره، که بخوای دوباره برگردی به اون روتین قبل مادر شدن چقدر سخته، ولی در کنار اون میشه ساخت زندگی رو. با این زن صحبت کنم شاید ما یه راهی انگیزه برای باقی زنا باشیم. نمیدونم چه خوب. خیلی خوب. دستتونم درد نکنه. انشالله که موفق باشین. خیلی هم خوبه. کمک هم یه گوشه‌ای کمک که برای خودتون و بیشتر کمک برای یه خانمایی که از طریق شما شناخته بشن. خیلی خوب. دستتونم درد نکنه. به قول مینا جون هنوز شناخته نشده باشه کسی، اهمیت بهت نمیده، توجه نمیکنه، تحویل نمیگیره خلاصه و وقت باید حتما خیلی شناخته شده باشید تا حتی دیگه جواب سلام بدن. مهم این نیست، مهم که آدم راهی که میسازه، تأثیری که رو آدم ها میذاره، آدم ها رو تو میذارن، این موفقیته. هر آدم که داره مشهور شه، شناخته بشه، یه رشده. توی همین مسیری که من و الهه واقعا شروع کردیم، شاید توی یکی دو ماه رشد خودمون رو واقعا می‌بینیم. یه انگیزه داریم انگار. دقیقاً یه برنامه غیر از روتین خانه‌داری و بچه‌داری داریم. یه وظیفه جداگونه که من باید این کارو انجام بدم، نه فقط برای خودم که برای 4 نفر دیگه هم مفید باشم، غیر از مادر بودن و همسر بودنم. بعد اصلا کلا ویدیویی که آپلود میشه فکر کنم شما هم همین حس و نسبت مثلا به سفاله که در میاد داری یک ذوق شعفی داری که انگار مثلا بچه رو متولد یه چیز جدید، یه حس خیلی خلاصه بخوام بگم حس مثبت بودن داری تا قبل از این از بس کارا تکراری شده بود دیگه اون حسو تو خودت نداری. اصلا دیگه خب این که من وظیفه‌م اینو که من دارم انجام میدم چیز خاصی نیست، ولی وقتی به اینجا رسیدی میبینی نه چقدر حال خوبه، من خیلی توانایی دارم، من خیلی توانمندم و دیده نشده یاد نگرفتم ببینم خودمو. به اینجا که میرسی تازه چقدر خوبه، به قول الهه جون چقدر خوبه، چه حال خوبه، ذوق مثل بچه‌ها ذوق میکنی که
این خروجی منه. واقعا این خروجی خیلی مفید بودنه که میگی منم یه اثر انگشتی گذاشتم تو دنیا، دقیقاً. رفتم فقط نیومدم برم کارایی که همه باید بکنن، گرچه واقعا مادر خیلی بودن زن کار کمی. آره به خدا. ولی اینم کنارش خب میشه حس بهتری داره. آره و بچه‌هامون در کنارش مثلا من میبینم از وقتی که من سفال کار میکنم هر چی سرم شلوغ‌تر شده، بچه‌هام میگن که مامان وقتی میای خونه خیلی خسته‌ای ولی حالت خوبه. خودم میفهمم خیلی سرحالم، یعنی من از اینجا میرم خونه ساعت 8-9 شب میرم خونه، مثل اکثر مامانای شاغل فقط این شالمان تو رو میذارم رو مبل کنار، دارم شام درست میکنم، دارم کارامو میکنم. ولی وقتی که بچه‌ها از در میان تو، این لب خندونه، سلام عزیزم، سلام ماما، خوش اومدی، خوب کردی اومدی، همین این برخورد خوبه هست. نه اینکه مثل قبل از صبح داشتی کار میکردی تو خونه تنها، حوصله‌ات سر رفته، هی فقط میگی من فقط برای تمیزکاریم، من فقط برای پخت و پزم. این میاد کنار اون خستگی بدن هست، ولی از نظر روحی حالت خیلی خوبه. من این حال خوبم به خانواده میده. 100%. مادر خونه حالش که خوبه، خونه حالش خوبه و مامان اصلا غذا حالش خوبه. آره غذا خوشمزه تر از همیشه میشه. اصلا همون یه سلام معمولی مامان تو خونه اون انرژی رو اصلا میبره. یه روز با خستگی اون سلامو بگی، با حال بد بگی، یا اصلا با یه حال خوب انرژی داشته باشی خیلی فرق میکنه. خیلی خوبیه واقعا. هر زنی به نظر من اینو نیاز داره که مجزا از اون کارهایی که براش تعریف شده و مجبوره حالا تو اون پروسه‌ای که هست آره خودش دل خودش بکنه، این برای دل خودش دقیقاً که میگه که منم برای خودم زندگی کردم در کنار همه این مسیرها، نشستم فقط مادر باشم. بگو چون فرزند بزرگ میشه راه خودش رو میره، به گذشته‌ات نگاه می‌کنی می‌بینی که من خیلی کارا میتونستم بکنم چرا انجامش ندادم. دقیقاً آره. و الگوی خوبه برای بچه‌ها میشیم. بچه‌ها وقتی ما رو ببینن، وقتی داریم تلاش می‌کنیم، میگن بچه‌ت هیچ وقت اون چیزی که ما بهشون میگیم نمیشن، اون کاری که انجام میدی میشن. دقیقاً. وقتی میبینه تو داری برای یه کاری فعالیت میکنی، پشتکار، وقتی همین حرفی که پسرت بهت میزنه که میتونی یه رئیس بشی، مامان پشتکار داری، چقدر دلش قرصه که چه مامان قوی داره، چه حس انرژی اصلا بیشتر میکنه که مامانش جای تعریف کنه که مامان من یه زن قویه، مامان من یه زنی که کار داره، مامان من یه کاری میکنه که باشه حالش خوبه. خیلی تاثیر داره به نظر من. خدا را شکر. آره 100,000 مرتبه شکر که خدا این راه رو گذاشته سر راه. خدا را شکر. خیلی خوشحالم. به کدومتون توضیح بدم؟ به شما؟ خب ببین، یکی از چیزایی که ایده هایی که دوست داشتم خاطره سازی بود، خاطره بازی، خاطره سازی، حالا هر چی که. این عکس خودمه. معلوم میخواستم بگم نکنی بخوای بگید مادر بزرگ. نه عکس خودمه، مال پارساله که رفته بودم سفر. این دقیقاً تو روم گرفته شد. من اومدم به یکی از دوستان که الان اینجاست، شقایق جون، گفتم شقایق میتونی اینو پیاده کنی که بیایم خاطره سازی کنیم برای مشتری ها، هر کی هر چیزی، یه چیزی که یادگاری بمونه. و دقیقاً عکس خودمو براش فرستادم، نشست نقاشیش کرد. ببین یادگاری فوق‌العاده‌ای میشه. همه اینا اومدی چقدر خوشگله، میشه یه یادگاری فوق‌العاده. آره دقیقاً. بعد بین همه اینا گفتم کدوم اومد خودت سری سابقه، یعنی یه خاطره خیلی خوب پشتشه. دقیقاً خیلی قشنگه. دست متفاوت، همیشه ایده ها میشه کار متفاوت میکنه دیگه. دقیقاً. یادت نازلی توی باشگاه گفتم تو آشنایی به من گفتی چقدر آشنایی؟ آره هنوز نتونستم پیداش کنم ولی خیلی به هم نزدیک شدی. خیلی یه روز تا من فکر میکردم شما رو کجا دیدم، هنوزم دارم فکر میکنم. منم هنوز نتونستم به نتیجه برسم. رو من کجا دیدم؟ بعد یه خاطرش بکنم بیام بگم برام خاطره بذاری از نازلی یادم بمونه. آره خوب بود. یه خاطره بسازیم ازش. فوق‌العاده بود. قربانت. تو سخت‌ترین بخش آموزش سفالگری چه بخشیشه؟ به هنر جا مثلا تو چه قسمتیش؟ ببین کلاً یه سختی که داره اینه که یه مقدار دلیل اصلش اینترنت و اینستا، پینترست. ببین
در عین حال که میتونه اینا خیلی کمک کنه، یه قسمت کار ما رو خیلی سخت میکنه. اونم چیه؟ این که طرف یه فیلمی گذاشته 30 ثانیه. 30 ثانیه، خب این 1 ساعت پشتش کاره که داشته تبدیل شده به 30 ثانیه و چند سال تجربه پشتش. خب که کاری رو که نشسته رو پشت چرخ کارو میسازه، یه گلدون کوزه، حالا هر چیزی میسازه، تو 30 ثانیه اینو میبینه. وقتی میاد اینجا آموزش اصلا صبر نداره. پس چجوری من یکی هنرجو داشتم پارسال، هر چی براش توضیح میدادی عزیزم این کارو انجام بده، چرا نمیشه؟ بابا شما باید حداقل 3 جلسه این سنترینگو بگذرونی تا کنترل گل بیاد دستت و شما مسلط بشی به چرخ، چون چرخ سفالگر یه موتور داره کار میکنه، بتونی غالب بشی به این قدرت موتور. قبول نمیکرد. حتی یه روز این برگشت گفت شما بلد نیستی به من یاد بدی. هر چی براش توضیح میدادی. گفتم چجوری پس بقیه بچه‌ها یاد گرفتن؟ نه شما بلد نیست. گفتم خب عزیزم من بلد نیستم، میتونی بری یه جای دیگه. ببین این خیلی سخته. شاگرد میبینه که مثلا شما این گل و پهنگر تو فیلم، مثلا من فیلم‌های پست‌های آموزشی خودمو ببینی، کسی حوصله نمیکنه 1 ساعت رو بشینه ببینه. مجبوریم ما تو 30 ثانیه نهایت 1 دقیقه پست بذاریم، بیشتر از این نمیتونیم. خب این فیلمی رو که میبینه من یه ظرف چند روز پیش مثلا یه ظرف مزه خوری ساختم، خب 9 قسمت این من اینو تو 30 ثانیه گرفتم گذاشتم، در صورت که خودم که مهارت دارم تا اومدم جمعش کنم 1 ساعت شد. چه برسه به هنرجویی که تازه کاره، اولین بارشه، اینو تو 3-4 جلسه باید انجامش بده، هر جلسه 2 ساعت 3 ساعت وقتشو میگیره. اینو بخوای منتقلش کنی به هنرجو درک کنه که نمیشه دنیای واقعی با دنیای مجازی فرق میکنه، این سخت‌ترین قسمتشه. فکر میکنم کمالگرایی هم از توی اون پینترست و اینا خیلی میره بالا، چون مثلا دقیق میخوان، مثلا آره شکلی دقیق میخوان. ولی یکی از محاسن سفالگر اینه که کمالگرایی رو نمیگم از بین میبره، راه درست نشونه میده. من خودم از اون افرادی بودم که وقتی که شروع کردم سفالگری بی نهایت کمالگرایی داشتم، بی نهایت، و واقعا هم خودم آزار میداد هم اطرافیانم. سفالگری به هم یاد داد میشه خراب کنی دوباره بسازی. ببین گل جزو نادر هنر و یه کار سفالگری که این گل رو شما داری میسازی خراب میشه، دوباره میشه تبدیلش کرد به فرم اولی و از اول بسازی. حتی بعضی وقت میذاری تو کوره میشه. من اگه پستای منو دیده باشی شکستن و خورد شدن رو میذارم و دوباره از نو شروع میکنم کار ساختن. خیلی درس زندگی خیلی داره سفالگری. اون صبر رو به بچه‌ها یاد میده، کمالگراییشون رو راه درست بهشون نشون میده، از نو ساختن. ولی بعضیا واقعا صبر ندارن و اصلا مقاومت شدید دارن که بخوای بهشون کمک کنی. البته طول این 4 سال 1 نفر اینجوری شد که دیگه نیومد، من اجازه نداد کمکش کنم، من نمیتونم تحمل کنم و نمیام دیگه، تو مجبور سالم اختیارت با خودته. ولی بقیه بچه هایی که اومدن همه اعتراف میکنن که چقدر حالمون بهتره، چقدر یاد گرفتیم میشه صبر کرد، میشه حوصله کرد و چه وقتایی باید به گل اجازه بدی تا اون پروسه خشک شدنش رو بگذن، چون پروسه خشک شدنش تقریبا 2 تا 3 هفته طول میکشه، اصلا نمیشه با عجله خشکش کرد. اینو چیزیه که ما تو این دور زمان بلد نیستیم، همیشه عجله داریم، همیشه زود همه چی به نتیجه برسه. تحمل شکست که اصلا ترکی که کار بخوره، ترکی که تو روح ما خورده دقیق شد نمیشه بنداز کنار. دقیقاً. ولی مثلا بچه‌ها اولش وای استاد ترک خورد، خب ترک اونجوری ترک رو برطرف میکنن. تو 2-3 مرحله ما یاد میدیم ترک رو برطرف. آره نهایتاً نشد تو گوره شکسته از اول دوباره یک میسازیم و یاد گرفتن که دفعه دوم میسازی کیفیتش خیلی بهتر از دفعه اولیه است. اونایی که اجازه میدن کمکشون کنی، راهو یادشون بدی، خیلی حالشون بهتره، خیلی حالشون بهتره و اعتراف میکنن که درس بزرگی یاد گرفتن.
آره اصلا مثل مسیر یه رشد شخصیه. اون خاک جوهر وجود خودمونه، میخوایم شکلش بدیم. آفرین. بعد اول فروتن باشی، حالا اون رو تمام کنی، انعطاف داشته باشی. انعطاف خیلی. این انعطاف به تو شکل میده، حالا تازه باید بری تو کوره. تازه تا 10,000 درجه. حالا مراحل رو بگذرن تا یه شکلی، تازه اون شکلم میاد بیرون. گاهی وقتی شکل نورمال اون چیزی که میخوای نیست، ترک داری، مثلا حالا بعد سنباده کشیده شی، صاف شی، رنگ و لعاب به خودت بدی. یعنی ما آدم‌ها همینیم، اینو بپذیریم. همون شعرهای خیام که هر کوزه رو یه آدم میدونه که میگه سرگذشته هر کوزه یه آدمیه. حالا یکی میگه من شاه بودم قبلا، یکی میگه من عاشق بودم دستم گردن یاری بوده. داری میگه من خاکی که تو با من مثلا منو درست کردی خاک یه انسان بوده که تو اینو برداشتی و شکلش دادی. همین مراحلی که خودت داری میگی تا آدم صبوریه نباشه، صبر نباشه، این تحمل رنج ها و دردا نباشه، نه اون کوزه ساخته میشه نه ما. دقیقاً. آفرین خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ. خودت قشنگ گفتی. یعنی اصلا میگی زنده باشی. واقعا مثلا خیام تو ذهنم نمیاد. قبل شام اومدم عزیز نازلی رو دیدم. بعد بیام نازلی رو ببینم اصلا یه لحظه اینا رو میگفتی به خدا یاد این شعرهای خیام آدم میفهمه که یعنی چی میگفته. آره تازه آدم وقتی دقت میکنه جزئیاتی رو درک میکنه که قبلا اصلا بهش فکرم نمی‌کردم. نه واقعا یعنی حرفت قشنگه. زنده باشی عزیزم. بعد غیرت که بیان پیشت مثلا سفال یاد بگیم بشینید از تجربه استفاده کنیم، درس بگیریم. قشنگ‌تره. استاد واقعا مثلا استادی که غیر از مهارتی که به یاد میده یه چیزی درس زندگی. آره اون استاده. وگرنه به قول یادگیری تهش حالا 4 تا فیلمو نمیدونم. آره با تکرار انجام میشه. ما خیلی از تایمی که بچه‌ها اینجا هستن مثلا من هیچ وقت بچه‌ها کلاساشون 2 ساعته ولی هیچ وقت سر 2 ساعت بلندشون نمیکنن. یعنی خودشون خسته میشن میرن. بعضی وقتا واقعا پیش میاد که میگم تو رو خدا پاشین برین خونه من کار زندگی دارم. یعنی نمیرن. مثلا میگم برات 2 جلسه میزنم که خب بزن، خیلی راحت بزن، ما نشستیم. ببین خیلی وقتا میشه سر همین چای خوردن. ما این تایم چای خوردن تو کارگاه قشنگ 1 ساعت 1 بار تکرار میشه با همه بچه‌هایی که هستن خودشون چای رو آماده کنن بیارن ببر. سر چای خوردن که میشه باید بشینیم دور هم دیگه حرف بزنیم. یعنی من از اون تایمی که برای خودم میگذرم بچه‌ها دستاتون رو بشورین، حالا مهم نیست بشورین بیاین بشین با هم دیگه چای بخور. تو اون چای خوردن خیلی درد و دلا میشه، خیلی مشورت ها میشه. ببین من از همشون بزرگترم ولی همه بچه‌ها توی رنج سنیه مثلا 20 ساله تا نهایت 34-5 ساله. این رنج سنی هم بچه‌ها ولی انقدر با هم دوستن، انقدر با هم خوب ارتباط میگیرن و خدا رو شکر منو به عنوان یه بزرگتره به اون شکل که بخوام فاصله بگیرن نیست. مثل دوست به هم نگاه میکنن و کنارش به قول خودشون بعضی وقتا میگن مثل اون چیز ویژگی مامانیت میزنه بالا شروع میکنن براشون نه این کارو نکن، اینجوری اینجا مراقب خودت باش، اینجا این کارو بکن، اونجا اون کارو نکن. خیلی میدونی کمک به هم دیگه میکنه. نه من بگم فقط برای اونا خیلی یکی از چیزایی که من میگم برام جدیدن بیشتر بهش فکر میکنم اینه که بودن بین دختر پسرای جوان باعث شده من بچهای خودمم بهتر درکشون کنم. دقیقاً تو دل نسلشون باشه. دقیقاً. آره ببین دیگه من به عنوان مامان اینجا نیستم، من کنارشونم به عنوان دوستشون، به عنوان استادشون و قصد تربیت و مسئولیتی رو دوش من نیست. وقتی بچه‌ها صحبت میکنن یه نکته هایی رو میفهمم که آقا این حرف اگه اینجا زد قصدش بی احترامی نیست. این فاز این بچه‌های این سن و سال اینه. خب پس من بهشون شبیه به همن. این مثلا بچه من نیست که مثلا این اگه این حرف رو اینجا زد، این حرکت رو زد، قصدش بی احترامی نیست، قصدش مخالفت نیست. این حالش اینجوری الان دوست داره تو این من باید درکش کنم. مخصوصا این که من با دخترم چند روز پیش صحبت گفتم خوشحالم باعث میشه من اگه خب بچهای من بزرگن دیگه وقت ازدواجشون الان باعث میشه من اگه انشالله خدا عروس بیاد تو خانواده من، داماد بیاد، من این عروس و داماد رو بهتر بتونم درکشون کنم.
به عنوان یه نسل بزرگترشون هی نخوام مثل اکثر مادرها بجنگم. حالا داماد اینجوری نشست، اینجوری حرکت، پس قصدش این بود که به من بی احترام کنه. نه نیست، به خدا نیست. سبک نسلشون. آره. ما بپذیریم که اونا شکل ما نیستن چون که ما شکل پدر مادرامون. آفرین. این پیش بریم. شاید بگم بزرگترین در حال حاضر، چون بهش خیلی نیازم، دستاوردی که برام داره بین این جوونا بودن اینه. من بهتر هم بچهای خودم بتونم درک کنم، هم انشالله عروس دامادم رو بتونم بهتر درکشون کنم. خوش به سعادت زنده باشی. خیلی خوبه که آدم با آگاهی تو دل هر چیزی داره، هر کاری بره. اصلا شادابی جوونی هم آدم میکنه. خیلی آره. خب زمان ما نبود این چیزا، شاید نسل ما اینا رو نداشته، درک نکرده. چه جالبه اینا اینجوری نگاه میکنن، اینا این کارو میکنن، ما تست کنیم. آره خیلی هم خوبه. خیلی بودنشون کنار بچه‌ها بودن خیلی حالمون خوب میکنه. حتی وقتی که حالشون خوب نیست میان میشینن درد دل میکنن. ببین بعضی وقتا پیش میاد که مثلا میان اینجا اینو میذاره اینجا، اصلا نمیخوام امروز کار کنم، استاد اومدی میخواد حرف بزن. به خدا مثلا بهش میگم من جلسه‌تو میسوزونم که نکنه طرف مشغولشه بره کار کنه، بزن کلاسم تو من میخوام بشم درد دل کنم. میشینه 2 ساعت اینجا با من حرف میزنه، از همه جا حرف میزنه، از دوستش، مامانش، خواهرش، برادر، هر چی دغدغه‌ای که داره کارش صحبت میکنیم. خب استاد بریم خونه دیگه. ببین همین. و واقعا این به نظرم خیلی مهمه که برسی به این جایی که یه جوان بهت اطمینان کنه، بیاد بشینه کنارت صحبت کنه و بگه فقط من دارم میام اینجا حالم خوب بشه. آدم امن اون انسان. دقیقا یه جورای تراپیستشون هست. خدا را شکر. امنیت هم دادی بیاد با هم فضا فقط پیش تو پناه بیاره و مطمئن باشه که مثلا یه حال بهتر میگیری، حتی خودم درد دل کنه. و تازه شاید مثلا یه سری افراد اون گاردی که نسبت به مشاور یا تراپیست دارن با شما نداشته باشن، راحت تر باشن. دقیقاً. آره خدا را شکر. خیلی خوبه. عالیه. یه جور سوپال تراپی یا واقعا هستید. درصدی ببین عدد داره زیرش. نشان اینا رو تو دفتر یادداشت کردیم که این درصد ترکیب موادش چقدره. مثلا پایینی ها همشون با اکسید آهن زرد. بعد اینکه این چند درصد شده، فریتی که براش استفاده کردیم چیه، فرق میکنه بسته و همه اینا رو آماده گذاشتیم اینجا که یه سریش هم اون طرف هست برای اینکه بچه‌ها بتونن راحت انتخاب کنن که چه لابی بزنیم براشون. سیستم چه خوشگله. من بهش بگم جا کلیدیه. جا کلیدی یکیه. گفتم خدای کلیدو به کجایی توش میذارم. میگه برای اینکه ببین الان دورش یکم خالیه، اتفاقا ولی الان بهتره به نظرم، برای اینکه یه ذره قدشو کوتاه کنی این قطرش بیشتر بشه که با قطر این بخوامه. خب بهتر نیست چون قدش هم میگه شما خوبه، خیلی خوشگل میشه به نظر من. نه میدونی مثل میوه خوری که چیز زده، آواز زده و ترک خورد و شکست. ولی خب خیلی بهتره. اینا گردنبند داشت آماده اون بر هستا. آها گردنبندم. اینا گردنبند، گوشواره، بسته به سایزشون کاربردهای مختلف داره، یا گل سینه. آره راست میگی، حتی گوشواره هم میشه. آره اون طرف گردنبند داشت هست.
چه بخوری میده. خاک. اصلا کلم بوی گل و خاک که حالا آدمو خوب میکنه. آره وای من عاشق این ساختمون اینه من که بعد مثلا عصرش میان آب میپاشن من بوی آبی که میپاشن دم در خونه ها وای صبح اصلا دیوونه میشم اصلا صبح. خب ما اینجا رو تابستونا که هوا گرمه تو کافه اینجا خیلی آب میپاشیم و حال بچه ها خوبه، کیف میکنم. خودم بیشتر لذت میبرم، دروغ نگم. اگه که استرس این که وای خراب شد و نداشته باشی. نه این مثلا اون سوالی که پرسیدی بابت سختی کارش همین بود که یه هنرجو اینو میبینه که با این سرعت انجام شده، نمیگه که چند سال پشتش تمرین بوده تا شده این و میخواد تو یه جلسه بتونه این کار رو انجام بده. خیلی تمرکز میخواد، دقت. یه کوچولو دست آدم به لرزه فکر کنم شکل کلا میریزه به هم. آره. قاعدتاً باید حواست خیلی بهش باشه، ولی نه اینکه دائم نگاهش کنی. یکی از چیزایی که بچه‌ها بیشتر من بهشون سفارش میکنم اینه که مخصوصا موقع کار باشن به جای اینکه نگاهش کنی حسش کن. وقتی حسش میکنی مثلا بعضیشون اصلا چششون رو میبندن که حس کنن، مخصوصا موقع سنترینگش اون زیر دستت قشنگ حرکتشو میفهمی که الان داره توی مرکز میچرخه حرکت میکنه یا اینکه نه داره جابجا میشه. وقتی حس کنی خیلی راحت تر متوجه بشی کجای دستم بیشتر فشار بیارم کجاش کمتر باشه بین دوتا دست، اون وقت زودتر به نتیجه آره ذهنی باشه آدم بیشتر انگار استرس رو میگیره میلرزه. آره متوجه میشه. ولی وقتی نگاش میکنی چشم خطا میده، ممکنه خطای این گردش این چیز دایره ها خطای دید بهت بده و متوجه نشی هی فشار الکی بیاری. ولی وقتی حسش میکنی چشماتو میبندی حس میکنی قشنگ میفهمی که این داره تو دست تاپ میخوره یا نه تو مرکز داره حرکت میکنه. با خودت یکی میشه، یعنی قشنگ باش بعد ارتباط بگیری اون ارتباط دقیقاً و خروجت خیلی قشنگ‌تر میشه. دنیا پیشرفت کرده، تکنولوژی وسایل مثلا خب نمیدونم مصنوعی چه جوری آدم اون اصالت کارا انگار رفته. حالا نازلی هست من خودم بچه بودم توی همدان بزرگ شدم، حالا اقتضای کار پدرم همدان بودیم. خب همدان لالجین مکانه اصلا یعنی من خودم بچه بودیم چقدر یادمونه که مثلا این سفالا چقدر برای توریستا قشنگ بود، همه میمدن خرید میکردن، حتی این کاسه‌های سادهش برای آبجوش خوردن اینا. ولی الان میریم حتی تو سفال فروشی ها مثلا کار چینیه. آره مثلا کار ما ایرانیان نیست یا تقلبیه یا اصلا یه چیزایی که جدیده این کاسه ها و اینقدر قیمتاش پایینه که من خودم تو بازار بودم نگاه میکردم گفتم خب خودم هم بودم اینو میخریدم، ارزون تره، خیلی ارزون تره. آره میدونم. چون اصلا هنری نیست، اونجوری نیست که ما وقتی که ما داریم میذاریم. متاسفانه چین زحمت کشیده کلا هنر ایران زیاد. سوال صندلی‌داغی بگم جاد صندلی‌داغی چرا دیگه کنار بخوریم جونم بگو. نازلی خودش تعریف کنه چجوری تعریف
زمینه، مثلا خوش زن قوی هم میدونه. خیلی داغه. تو میتونی با اون بحثی که گفتی من میدونم من جوانم گرفتم. میخوام خودم رو تعریف کنم. ببین نازلی یه جنبه‌ای داره که اکثرا نمی‌بینم. اون دختر کوچولویی که نیاز به مراقبت داره رو خودم ازش مراقبت نکردم. حالا به خاطر شرایط زندگی که ما اکثرا داشتیم، نحوه تربیتیمون، متاسفانه یاد گرفتیم دختر خوبی باش، مامان خوبی باش، همسر خوبی باش، خواهر خوبی، عروس خوبی باش. چیزی به اسم خودت وجود نداره. ما اینجوری تربیت شدیم متاسفانه. و هیچ وقت غیر از این چند سال اخیر که سعی کردم باشه، هیچ وقت خودم رو ندیدم. هیچ وقت خودم اولویت که هیچی، دست آخر بودم که حتی خودم رو نمیدیدم. همیشه دیگران تو اولویت بودم. برای یه سری افراد پشیمون نیستم اصلا. مادر، پدرم، بچه ها، همچنانم همون آدمم و اصلا پشیمون نیستم. ولی برای یه سری افراد خیلی پشیمون. عمرم رفت و دریغ از یه تشکر باشگاه. درک میکنم عزیزم. این قسمتش خیلی بده و هر وقت تنها میشم این حالمو بد میکنه. ولی یه خصلتی تو وجودم هست که سعی میکنم به جای اینکه بشینم قصه گذشته رو بخورم، سعی کنم الانو دریابم. خیلی ممنون. گذشته رفته کارش نمیتونم. آره. برای همین اون پشت کاری که گفتم بهت، اون خصلت جنگنده بودنی که تو وجودم هست، سعی میکنم بقیه‌شو بسازم. عالیه. حال هر چی که پیش اومده رو سعی کنم اون قسمت مثبتش رو بگیرم، استفاده کنم تا حد امکان و برای آینده، نمیگم خیلی آینده نگری اونجوری بخوای برای چند سال آینده، نه، برای امروز و فردامو دریابم. بعد خدا بزرگه، من که نمیدونم 1 ساعت دیگه هستم، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، اصلا خبر ندارم. برای همین خیلی قصه گذشته رو نمیخورم، با اینکه خیلی گذشته سخت بوده برام. نه اینکه بگم خانواده بدی داشتم، نه، مادر پدر بی‌نهایت مهربون از خود گذشته‌ای داشتم، ولی متاسفانه ما اینجوری تربیت شدیم. تربیت اصلا جزء فرهنگ نسل ما متاسفانه اینجوری تربیت شد. مخصوصا که ما دخترای یزدی اصلا کلا اینجوری تربیت میشن برای مامان خوب بودن، برای همسر خوب بودن. متاسفانه چی کاری که برعکسشو برای دختران کردم. از کلا برعکس، اول خودت اولویتی، بعد میشه بقیه. و به عنوان چیزی که بخوام نازلی بقیه میشناسن، نازلی خانمی پر انرژی که اصلا آروم و قرار نداره، اصلا یه جا نمیتونه بشینه، همش باید یه فعالیتی داشته باشه و واقعا همینه. دوست دارم فعالیت داشته باشم، به خوبی داشته باشم، کلا تا خسته نشم خوابم نمیبره، نمیخوابم، چون احساس میکنم خیلی تایم از دست دادم. خیلی تایم میتونستم شاد باشم، میتونستم خیلی کارا رو بکنم که نکردم. حالا گذشته الان انجامش بدم. خیلی خوبه. ما تا این دیدگاه رسیدیم که جلوشو بگیری یا همین الانش هم نیاز نیست پرسو، همین که هستی خوبی، همین کافی. اصلا همینجور حالا میخواد یه روز خوب باشی، بد باشی، حوصله داشته باشی، همینی که هستی خوبی. به دنیا نمیدیم جواب بگیریم. آفرین، خیلی دیر به اینجا رسیدم. ولی آره. ولی خب خدا رو شکر میکنم که بالاخره فهمیدم که نشینم میخوام قصه بخورم. خب شده، حالا به هر دلیلی، کسی هم دنبال مقصرم نمیگردم به هیچ وجه، بوده شده تا اینجا.
حالا موقعیتش هست استفاده کنم، حال خودم خوب باشه تا حال اطرافیانم مخصوصا عزیزانم حالشون خوب باشه. خیلی عالیه. همین دید به نظر من برای یک عمر آدم کافیه به همین نتیجه برسه. واقعا این مسیر رو اومده، حالا میگن آدم خودش انتخاب کرده، میدونم اومده که به این رشدا برسه. اونا رو که خیلی بهش اعتقادی ندارم چون هیچ کس خودش انتخاب نمیکنه سختی بکشه. ولی من یه چیزی از مامانم یاد گرفتم، همیشه میگفتن مامان نیمه پر لیوان رو نگاه کن، چه تو افراد چه تو موقعیتات. من همیشه سعی کردم تو اطرافیانم نیمه پرش رو نگاه کنم. نمیگم من خیلی آدم بی هستم، همیشه اوکی بودم، همیشه بهترین انتخابو داشتم، نه، منم مثل اکثر مردم عیب داشتم و دارم. به قول مادر بزرگم میگه گل بی عیب خداست. هممون یه عیبی داریم، ولی سعی میکنم تو اطرافیانم تو موقعیت حداقل تا حد امکان نیمه پرش رو ببینم و از اون نیمه پر استفاده بهینه رو بکنم. خدا کمکم کنه که از این به بعدم بیشتر من در نگاه تو باشه. ما چیزی که می‌نگری تو نگاه همینه، اومدی که رو قسمت‌های خوب فوکس کنی که به قول خود همه ما خوب و بد داریم، سیاسفید داریم، ولی به اون خوبی‌ها فوکس کنیم که اونا دست بذاریم. دقیقاً. تو بخوای ریز شی تو جزئیات بد همه آدمو کلافه کننده. همه هستیم داریم. دقیقاً. عزیزم جالب بود، خیلی جواب قشنگی دادی. خیلی یه جایی هم آدم همزاد پنداری میکنه. حالا این صحبتی که میگی به نظر من دخترای اصفهان همه کلا به نظر منطقه همینجوری، یزد و کاشان و متاسفانه این نسل خاص. حالا ایشون در پنجره من 60 شما من که 70 ولی آره تمام. من فکر میکنم دیگه اصلا سن 90 ها تو این حالا شهر هم جسورتر شدن تا قبلش. فکر کنم داره. خب میدونی اونم نتیجه تربیت ماماناییه که خودشون ضربه خوردن و رسیدن به این نتیجه که نباید بچه‌م هم ادامه راه منو بره، باید یه تغییری بکنه. این میشه نتیجهش که دختر پسرای الان جسورترن، بیشتر برای خودشون تایم میذارن، اجازه به خودشون میدن که الان برخلاف میل مادر پدر نظر بدن، اجازه به خودشون میدن همه چیزو نگن چشم. آره این به خاطر همون تربیت هست. خب جلو دور بینی عشقم. با چرخ ساخته شد. آره اینا معمولا اصلا شکلی چیز میاد معلومه. اینم معلومه مثلا کاسه، ولی اینم با چرخ ساخته. ببین اینا رو با چرخ میسازیم و بعد از اینکه پخت شد لعاب خورد، بعد دست آخر نهاییش اینا رو میبافیم دورش. اینا بافت شد. سوراخ میزنید؟ آره مثل کارایی اون طرف اونا هم ببین دسته هاشون اونجا قفسه گرم. آره اینا همشون با رافیا میشینی دونه بدونه اینجوری قشنگ میبافیم دورش. آره تغییری که میخوایم یکم متفاوت باشه سعی میکنیم یه کوچولو یه کاری توش انجام بدیم که این فرق باشه، کپی برداری نباشه. چون من خیلی از کپی برداری بدم میاد، خیلی اصلا خلاقیت میشه مال توئه، اصلا خودت باشه. دقیقاً کپی رو که همه میزنن دیگه. آفرین. اگه دقت کنی مثلا کارهایی که من دارم هیچ کدوم کاراش عینش نیست تو بازار. مثلا بگه دقیقاً عینش باشه، مثلا اون ظرفایی که بالا زدم، چراغایی که زدم، هوا با ببین مثلا چه این چه اون، اینا هیچ کدوم لنگش نیست تو بازار بگه عینش برداشتن گذاشتن. نه هر کدوم مثلا میگم یه تغییری توش بدم خیلی بهتره که متفاوت باشه، کار خدا نشون بده که این مثلا این چون لنگش نیست پس مال یه جای خاص باید باشه. دنبال مهرش که بگردی میای هم یونیک بودن خودتونه. همین نشون میده که آدم امضای کار خودشه. این لیوه رو دیدم جدید ساخته بودیم. مرسی نازلی جون بابت وقتتون که دادی. خیلی خوب بود. ممنون. مرسی که اومدین. قربونتون برم. از بغلت کنم. مرسی. خیلی لذت
لذت بردم ازتون واقعا. مرسی. قربونت مرسی قربونت عزیزم. قربونت خوش اومدی. خوشحال میشم بازم ببینمتون. خدا نگهدار. اسمتو میگی پس پشتتو میگی شقایق جونم همونی که میاد میشینه میگه فقط میخوام حرف بزنم. با فکر میخوره. خوشگل میشه. ما اینا همه رو پشت صحنه نگه داریم. خاک بیایی. Anxiety, keep on trying me. I feel it quietly, trying to silence me. Yeah, my anxiety can't shake it off of me. Somebody's watching me, and my anxiety. Solo, no mojo, I bounce back, no pogo. Unhappy, no homo, new brands, no logos. Money on my juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to oh yeah.